ما در روبروی کارخانه مشترک تاجیکستان ایران مفصوم به تاج ایران قرار داریم و مسئولان این کارخانه در صحبت به ما گفتند که کارخانه مشترک تاجیکستان ایران یعنی تاج ایران به کلی از فعالیت باز مانده است و فعلا اصلا هیچ کاری انجام نمیده. تراکتور استحصال نمی کند و قسم هایی که برای بندوبست تراکتورها از ایران که وارد میشوند حالا وارد نمیشوند و همینطور طلبات به این کارخانه هم کم شده و در نهایت امر این کارخانه از کار بازمانده است. مسئولان این کارخانه در صحبت با ما گفتند که سبب اصلی این مشکل اقتصادی است که در نتیجه طلبات کم بودن به این نوع تراکتور از کار بازمانده است، زیرا نهادهای کشاورزی و خواجگی کشاورزی تاجیکستان اصلا به این نوع تراکتور نیاز پیدا نکردند و در جای این تراکتور بلاروسیا که از کشور بلاروسیا وارد کرده می شود به اون نیاز پیدا کردند. همینطور مسئولان این کارخانه میگویند که بنابر سیاسی نشدن این کارخانه آنها نمیخوان که بیشتر از این شرطیان و این کارخانه یادآور میشیم که در سال 2006 میان تاجیکستان و ایران یعنی در ماه ایون سال 2006 به تصویب رسید که توانایی آن در سال به استحصال 2000 دانه تراکتور بوده است و سهمی تاجیکستان ایران هم 51 به 49 است. 51% این به سود ایران و 49% به فایده تاجیکستان بوده است.